امروز ما با درد و علم طبیبانی که از کرونا جان باختند به یاد می‌آوریم. یاد آنها در خاطر پیوندان، همکاران، در یاد بیمارانی که از کام اجل رها کردند باقی خواهد ماند. بینندگان محترم، ما را معذور دارید که برنامه با آهنگ یأس به پایان می رسد. در ابتدای برنامه گفتیم که کرونا ویروس روی به کمشوی آورده است. دور نیست که آن تماما از بین می رود. ما مردم تاجیک در برابر مردمان عالم نفس تازه خواهیم کشید. نقاب ها را دور می افکنیم. در کوچه و خیابان ها، باغ و گلگشت های کشور عزیز آزاد قدم میزنیم. از نفاست و زیبایی طبیعت آن لذت میبریم. از هوای فارم و عطرآمیزش دماغ را معطر مینماییم. از هر گوشه و کنار خنده های بیغش کودکان به گوش میرسد و به دل قوت و امید میبخشد. دست یکدیگر را میفشاریم، به همدیگر تنی صحت تمنا مینماییم. در بزم های شادی میبالیم. به شما بینندگان محترم برنامه مدد سینا تنی صحت و خاطر جمع بهترین روزهای خوش و خرمی را تمنا داریم. خود را از بیماری ها احتیاط کنید. خیر تا برنامه های آینده.